أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مختصر الوقاية في مسائل الهداية إن شاء الله تعالى از کتاب طهارت آغاز میکنیم. کتاب الطهارة، طهارت در لغت نظافت، معنی نظافت پاکی و در شریعت شستن هر اعضای مخصوص بنابر وجه مخصوص. فرض الوضوء غسل الوجه من الشعر الى الاذن و اسفل الذقن. یکدام فرض وضوء غسل کردن وجه است از شعر تا اذن و تا اسفل ذقن. یکی ای فرضهای طهارت شستن روی ان همین دمیدن موی پیشانی تا دو تا نرمی گوش و تا زیر منه و یدیه و رجلیه مع مرفقیه و کعبیه. و دیگر فرضی در طهارت غسل کردن یدین است و رجلین است با همراهی مرفقی و کعبی. دیگر فرضی در طهارت شستن هر دو دستای و هر دو پاهای با همراهی آرنجه و با همراهی بجلکای پا. باید بجلکای پا و آرنجه حتما تر شود. و مسح ربع رأسه. و دیگر فرضی در طهارت مسح کردن ربع رأس است. یعنی دیگر فرضی طهارت محض کشیدن چهار یک حصه، ای چهار یک حصهش کشیدنش چیه؟ سر محضش فرضه. و کل ما یستور البشرة من اللحیتی. و دیگر فرضی در طهارت محض کشیدن اون چیزی است که میپوشاند بشره را از لحیه. دیگر فرضی در طهارت محض کشیدن چیه؟ ریشه، برای شخصایی که ریش دارد. این بود بیانی فرضهای طهارت. حالا ابتدا میکنیم به سنتاش. و سنته البدایت بالتسمیه. و یک کدام سنتی در طهارت ابتدا کردن به تسمیه. یعنی که پیش ای طهارت سر کردن چیکار میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم بگیم سنتی. و بغسل یدیه الی رسغیه ثلاثا للمستيقظ. و دیگر سنتی در طهارت غسل کردن یدین است تا رسغین ثلاثا از برای مستيقظ. دیگر سنتی در طهارت شستن هر دو دستای تا همی بندکش 3 مرتبه برای کسی که ای خواب میخیزه 3 بار باید دستکش تا بندکره بشوه. در غیر خواب هم 3 بار بشوه. ای سنته. و سواک. و دیگر سنتی در طهارت مسواک زدن. طریق مسواک 6 بالا و 6 پایان، مثلا دندانه بالا را اول 3 بار طرف راسته، بعدا 3 بار طرف چپه، بعدا پایین 3 بار طرف راسته، با پایین طرف چپه 3 بار، 1 بار بالای زبانه. این طریق سنتشه. و غسل فمه بمیاه کانفه. و دیگر سنتی در طهارت غسل کردن فمش است به مای جدید مثل انفش. دیگر سنتی در طهارت غسل کردن دهان است، یعنی شستن دهان و بینی است، هر دوش به آبای تازه، خلاف بر مذهب شافعی است. و تخلیل اللحیه. و دیگر سنتی در طهارت تخلیل لحیه، خلال کردن ریش هم چیه؟ یکی از سنت‌های طهارت. طریق خلال همیه که پشت دست راست طرف قرتق و کف دست طرف بیرون، از طرف راست به طرف چپ میبرش. همین طریق خلال میکنیم ریشه. و الاصابع. و دیگر سنت در طهارت خلال کردنی اصابع است، انگشتای دست، انگشتای پا خلال کردن چیه؟ سنت. و تسلیس الغسل. و دیگر سنت در طهارت تسلیس غسل است، یعنی هر یک اعضا را 3 بار شستن چیه؟ سنت. مثلا دهان 3 بار، بینی 3 بار، رو 3 بار، دستا 3 بار، پا را 3 بار به هم تا شستن چیه؟ سنت. و مسح کل رأسه مرتان. و دیگر سنت در طهارت محض کشیدن کل رأس است مرتان. دیگر سنت در طهارت همه سر 1 مرتبه محض کشیدن چیه؟ سنت. یک از 4 یک حصهش گفته بودیم فرضه، انا کلان همین تا سر محض بکشیم سنت. والاذنین بمائه. و دیگر سنتی در طهارت محض کشیدن اذنین به همون آبی که باقی میموند از رأس. یعنی که دیگر سنتی در طهارت محض کشیدن گوش های
و همون مقصد همون دستامون همون تایی که میبریم به پیشانی سر میکنیم، محض سر میبریم با 3 چلیک میبریم. چلیک اشاره قطعی چلیک کلانی چی باقی میمونه. چلیک اشاره در درون گوش میمونیم و با چلیک کلانی پشتای گوش هم میشکیم، انوی محض گوشا میشوند. و نیت و دیگر سنتی در طهارت، نیت ما نیت میکنیم که طهارت میکنیم، انمی چیه سنت در طهارت. و ترتیب و دیگر سنتی در طهارت ترتیب است، یعنی که با ترتیب شستن هر اعضا چیه سنت، اول دهان، بعد بینی، بعد رو، همینطور تا پورا بریم چیه سنت با پریت که بگیم. والولا و دیگر سنتی در طهارت پای در پر شستن هر اعضا. مثلا یک اعضا را شدیم، ای پایش یک اعضای دیگر است، بین اعضا فاصله نمیکنیم، انمی چیه ولا میشه پای در پای. این بود بیان سنتاش. بیان مستحباش انشاءالله بیان میکنیم که مستحباش چند تا هسته. و مستحبه التیامن و یک کدوم مستحب وضو ابتدا کردن به یمین است، یعنی که یکی ای مستحباش همیه که ای طرف راست سر کردن، مثلا اول دست راست به دست چپ، اول پای راست به پای چپ، همین طریق چیه سنت. و مسح الرقبه و دیگر سنتی در طهارت محض کردن چیه رقبه است، یعنی که وقتی که مو دستامون ما ای محض بردیم بس 3 چلیک محض مون کشیدیم طریق سنتش کل، بعد 2 چلیک دیگه گوشامون محض کردیم، ها پشتای دستمون باقی میمونه که بر انا همون پشتای دستمون گردنمون محض میکنیم، چی میشه؟ یکی ای مستحبای طهارت. السلام علیکم و رحمت الله.